سلام به چنل همه کانتنت و اخبار هفته خوش اومدید. تو این بخش میخوایم اخبار هفته رو با هم بررسی کنیم. بازی ایج آف امپایرز موبایل معرفی شد. استودیو تیمی یه شرکتی است که بازی موبایلی رو میسازه و موفق هم است که الان ایج آف امپایرز موبایل رو رونمایی کرده و بازیایی مثل کال آف دیوتی موبایل و آنر آف کینگز رو ساخته. بلو ماوس کمپانی سازنده فیلم فایو نایتس ات فردیز اعلام کرد که قسمت دومم ساخته میشه چون قسمت اول فیدبک خوبی داشته. آقای میازاکی کارگردان سری بازی‌های ایلدن رینگ و دارک سولز تو مصاحبه با IGN گفته که احتمالات زیادی وجود داره که دیگه مسئولیت کارگردانی بازی سولزبورن رو بر عهده نگیره و به جوان‌ترا بسپره. شخصیت پیس میکر به بازی مورتال کامبت 1 اضافه شد که بریم تریلرش رو با هم ببینیم. This is no time to smile. Hell yeah it is. Fight a fire god is coming off my bucket list. Woo, suck on that! Fight! Eagly! Understudy. The gravity! Sonic boom! Torpedo! You're the first bangable monster chick I've met. You think me a monster? Eagly! Anti-gravity! I bet shits take more effort than beating you will. I will so enjoy killing you. Force field! Torpedo! Eagly! Anti-gravity! Here's Janet. Booyah! Finish him. Go time. Activate Sonic Boom! Peace unlocked. Fatality. Peacemaker wins. Flawless victory. استودیو ندرریلم اعلام کرد که به زودی قابلیت کراس پلی به بازی مورتال کامبت 1 اضافه میشه. تا این لحظه فروش بازی هلدایورز 2 از 3 میلیون عبور کرد. بازی تکن 8 که یک ماه از انتشارش میگذره به 2 میلیون فروش رسید. نسخه فیزیکی بازی های آن لایف منتشر میشه و قراره که با همکاری لیمیتد ران گیمز برای هر دو تا کنسول PS5 و ایکس باکس سری ایکس منتشر بشه. این بازی دو تا نسخه داره، یکیش استاندارد با قیمت $50 که بازی اصلی و DLC که عرضه میشه همراهش به اسم هایان نایف رو به شما میده و یه نسخه کالکترز ادیشن داره که شامل بازی اصلی، DLC، موسیقی متن بازی، یه پوستر، یه آرت بوک، یه جا کلیدی نایفی و یه توپ ضد استرس ماپلی و یه استیکر خواهد بود. بازی سیفو ماه آینده به سرویس پلی استیشن پلاس اضافه میشه. سونی اخیراً چند تا از شرکتش رو تعدیل نیرو کرده و استودیوهایی که تحت تعدیل نیرو بودن شرکت‌های اینسامنیا گیمز، ناتی داگ و گوریلا گیمز بودن. یه دستگاهی جدیداً معرفی شده به اسم گیم سنت که به کمک AI موفق شده که بوها یا رایحه بعضی چیزها رو تو بازی‌ها تولید کنه.
مثل تیراندازی، انفجار، طوفان، جنگل و میتونید تو DLC های جداگونه هم رایه‌های متنوعی مثل عرق بدن انسان، زمین گل و اقیانوس رو خریداری کنید. بریم با هم تیزرش رو ببینیم. بازی فرمول لیگ 24 هم رونمایی شد که بریم تیزرش رو با هم ببینیم. بیش از 1,000,000 نفر بازی The Legend of Zelda Tears of the Kingdom رو قبل از عرضه رسمی با امولاتور تجربه کردن. نینتندو از سازندگان یوزو که همون امولاتور نینتندو سویچ است شکایت کرد و درخواست غرامت کرد.